شهر اوبنسک ولایت کالوگای روسیه یک شهروند تاجیکستان را به 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه او را بر اساس دو ماده کودکس جنایتی روسیه 322 قسم 2 عبور غیر قانونی مرز روسیه و ماده 3 قسم 3 ماده 291 قسم 3 کوشش دادن پاره گوناگور شناخت. منبع این خبر ریاست تفتیشات ولایت کالوگ خبر داد که بعد ادای حکم زندانش این شهروند تاجیکستان از قلمرو روسیه اخراج خواهد شد. نظر خود مهاجر تاجیک دسترس نیست، ولی بنا به فرضیه تفتیشات و دادگاه او که در حدود ولایت کالوگ کار و زندگی میکرد سال 2016 از روسیه دیپورتاسیون شده بود و حقوق عبور مرز روسیه را نداشت. او دو دفعه در سالهای 2017 و 2020 در کشور خودش نام و نسب و نام پدر و شناسنامه‌اش را عوض کرده با نام‌های نو و با شناسنامه نو به روسیه آمده است. ماه سال 2021 این نفر را در شهر اوبنینسک کارمندان فسب دستگیر کردند. او هنگام بازداشت به کارمندان فسب همچون پاره 30,000 روبل دادنی شد تا که در عوض وی را دستگیر نکنند و سردیند. کارمندان فسب از گرفتن این پول دست کشیدند. گفته می شود در اطلاعیه مقامات تفتیشاتی ولایت کالوگا هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به روسیه می روند. پولهایی که آنها در اینجا کار می کنند منبع اساسی درآمد اکثر خانواده ها در تاجیکستان به شمار می رود و طبعا اخراج شدن و از حق ورود دوباره به روسیه محروم شدن هر مهاجر تاجیک به معنای از یک منبع مهم درآمدش محروم شدن دست کم یک عائله در تاجیکستان است. وقتهای آخر موج اخراج و زپریت از روسیه کمتر شده است، ولی چند سال پیش شماره مهاجران تاجیک در روی خطای سیاه روسیه از 300,000 نفر هم گذشته بود. برخی آنهایی که از حق ورود به روسیه محروم شدند مجبور بودند که نام و نسب خود را عوض کرده باز به روسیه بروند. دهها نفر چنین مهاجران تاجیک در روسیه بازداشت و با جرم عبور غیر قانونی مرز روسیه محکوم به زندان شدند. ماده 322 کودکس جنایتی روسیه برای چنین عمل همچون جزا تا 6 سال زندان را پیش بینی میکند. بنا به آمار اداره فدرالی زندانهای روسیه در اول سالهای 2021 در محبس‌های این کشور بیش از 7,000 زاده تاجیکستان ادای حکم میکردند و بیش از 1200 مهاجر دیگر تاجیک تحت تفتیش در بازداشت قرار داشتند. بنا به آمار غیر رسمی تقریبا چهارک محبوسان تاجیک در روسیه برای ویران کردن قاعده‌های مهاجرت اساساً برای تخلف سند زندانی شدند.